یه مثلا جدی انو یک به یک پادگان امنیتی بدل بوده شما وقت گنده دقیقا الان ششمی کارمند و رئیسن که تمام نظامیش مدیر کل نظامیش فرماندار نظامیه یعنی بله حکومت یه نظامی رنده حکومتی ها انگلیسی هم یه رنده پگه شناسنامه هر رای بده 5 رای بده تو گو گواهی نامه هم ها برو یه جای رای بده یا جای گو پیش برگ هم برو رای بده یا جای گو کارت ملی هم برو رای بده 5 رای شویده یا نپری باید 5 رای گوشی بده یک کارمند والا زمانی که باید بره رای ده که حرامه پسانم الان ده جا اعلام کتو گو هر چیزی گو ما بیره گو ده هر چی یه صندوق برو گو گواهی نامه رای بده صندوق برو برو گو سجل پسان رای برو بده یک اردو که کسر می بود رای ده اردو که کسر می بود رای ده ای یه دیگه نوکی کسی ایشی الان گوشته ایش یعنی که یکی دیگه گوشته که 20 میلیون پتانه بیاد تو چی وزیر بده کشور و اعلام کتو تو صحیح نه نه بغیر شناسم فکر نکنم عبدالله بیادار حرام تو بگیش وزیر نه کشور اعلام کوش مشکل نداره گواهی نامه بیار کارت ملیت بیار هر چی که همراهت الان من استاد چند هست خدافظ عبدالوهاب گفت که فعلا سنگتان خدافظ سه شهر یه پتوا شهر پتوا استاد صاحب سه پتوا ما هم هفته پشتانشه سه واجب ما هفته موافقیم عام کنه 3 هفته پیش اعلام کو که توانی با گواهی نامه و با شناسنامه و با شنپه اعلام رسمت اخبار ایشی علت حتما ایشه که مثلا الکترونیک هن نزانم کدوم ملی کفایت کنم حتما چه دلیل یارتش دروی ببندی لوٹی مامار گشت اعلام کردم جا وزانه رای دی برای ولی دلیل بله اعلام همیشه احتمالا دلیل همیشه نه که کدوم نه ملی دلیل کفایت کنم شاید همیشه مثلا بلکه آمار سازی کنه نه گوشه این چه کدوم پاسد ملی درصد هم نی ما حداقل سیستم وا بزن که مردم شرکت نکوته بلکه وتی کم که شرمنده بی اگر نه ما هورش کنه دکان سر شلوک کنه تو پیسر آن دلیل یہ همشه مار واقعا نزدی آن بھی نا چاک 10% یک شرکت که 10% گفت 50% اعلام بی نه 50 اگر رای خیلی بده اعلام کنه بلا وتی دل تو کو زانا نه که مشارکتی نبی ما پدرو نکنه پنجاه درصد جعل ببین 10 ببین 30 یا 20 تا چی گستر کت نکنه یا یه میچی مردم مکانیزم ریاکشن که کنه بلا عبدالله مردم چونه زانا نه مردم او هستین چی هستین موضوع همیشه این که مولانا دیتا همی زیتا هم پدی گینده مردم چی کنن همجا خود ملی شناسنامه مور جت نه بله مواد من همیشه رایان کهی هیچ نامر نجات که ریچه مور مثلا هر یک هیچ ریچه مور هر نجات کاندیدا هر یک نفری ها نه و های مقصد همشه نه آقای دوچه می اختلاف استفاده کنن یه سند هر چه ما کاندید کوشت ها اگه 10,000 5,000 نفر بیاری یه پنجم بران دیگه صندوق هم 5,000 رای بدن دیگه صندوق هم برای 5,000 رای بدن برای مهم نه شو این چه رای داتا نه آمار بلا صندوق آی مهم عبدالرؤوف ایشی مهم نه آیا احمد نژاد میکی رहे हैं وان تا نه بل شما نتیجه دی نه ایشه که ملت صندوق نزان مشارکت جا که دوربین ها رسانه ها فلان ها نه ایشه آی گوشی 100% شرکت کتا درست نه پوتین نزان استبدادی نظام شما جو 90 رو باور کن گپ بشین که مشروعیتی سال ببینی و هزان دیگه هزانه بله صندوق شلوک و مردم هم برو چون یه دیگه وعده مثلا آقا شی من سیاده آی من ملکی مردم یه شیعه یه چیز بابا نه شیعه می مشکل حل کنه سنی یہ سیستم تو کا توجه یه کنه پاتو همشه واجب به توکی چه برزاد نه همین سه واجه جنتراکی توکته همود واجه هر که فهمیده فهمی اینا واجه زیگه هبران شما بچاره دیه می جمعیگان بچاره خواص رو من بچارته نی ما واجه میچی مدارن پلانی می سیاده پلانی می سنگته پلانی می سیاست سنگته پلانی چی کوتا کام چهار نمانده حداقل چهاریم بکپا حالا ما بنده خدا سیدی و تایید نویته ولی صحیح مثلا حاجی یونس شاه دوره ما ده شاهد بیتیم خواش امی حسین زی سنگته یا شهردار بیت فلانه همیشان برده بسته سردار خوبیار امرانه بیت شان په زور این گرونگو هنیشان گشته آتکشان که بشون مارکارنی تو ره کار شهر نیاره هر ما اصلا می نمیگه میا هر جا باید هنچو ببین مثلا همین فاضلی همین رخشان همین آقای که ای باید ایشان که وضعیت موجود و تایید کتگو هیچ ریاکشنی نذارته ایشان باید بکپن و کپن توشی دل جنبی پد هر کس رو بیل رو دیگری با 5% رای رو یه مترسه که دیگه می نمانده و نه باید اجتماع توکا یه بار برک ببر نه اجتماع توکا به بلد صورت من تو کلام با یک همین شعاری معصومه سر یکی کنه نه صورت من نقل تو بکنه این مولا تحصیل کرده کماش کاودا ایدرو باید همدست ببنده
پدا هنی رسانه و ها نه سعیدی واجان سعیدی واجه واشترین شید که خواب زانته که من راد کنه هیچ ثبت نام مکوته گرو واجنام تر چند شک تایید نبوده نسو ایدی بنده خدا برال واجنامه نباید هنی بکنه تایید ثبت نویته نام من یالا هر چند نه آی نه مردم چیز ها آپ این واجنام تر نه ایشین دیگه یا این نمانده واجه واجنا رامدین برو شهر روشه زندگ بی برو شهر نزانم می مسترین لیڈر سیاسی برو شهر یہ مجلس تو که هیچ کاری برا ما کتر نکنه و ایران یه دیگه جاها هم همین نگاه ها که بابا مجلس هیچ رولی نقشی پیسری کم بیته هنی و هیچ چی نی ختمه نی ما پیچی بیایم مشروعیت سازی بکنه برای سیستم که به ما هیچ فایده نیست تی ماری بهرحال ये 4 साल हुए 40 साल तो का چی داتا که ما همیشه به مشارکت بریم مثلا بلوچستان وجه 80% 90% شرکت کتا پیسر اگه ایران دیگه جهان کام مشارکت می رہا پوشش داتا نا نورم ملی برته برد نی هنی که ما جتا پروشتگیم بستگیم ما ای کار مکنه نا وقتی لوگا و نشت کنه من پچی هم کل بله هم دیگه مولانا جوسته هم دیگه جوسته مولانا واجان کوئی چری می شما کنگ هیچ بلند بابا شرکت کنه واجان یک جوسته هم ده چری هن نوش ماشما هیچ باشه که ماشما باید آمار پایین که اثبات بیته که می بلوچ هن رفراندوم کن چان جیونت احیانه اگه واج سعیدی هم تاییدی بی آیا همه اشتیاق شما کنی که پدا مردمان رای بده شو همش می ابران بالاخره تو بکنه و گرد واجه موسیقی دوگانگیه نه مستثنا شما نه بودی نه هبران اپدا گروه چابار ببی چیکار مشارکت بالا هیچ و کا مستثنی سرباز نه بده اسمه چونه زن آی بنده خدا اکت کتا بل آی اکت نتیجه نویته نه انا آی کار نیت با ما عقل نیست نه من هم دیگه شو تایید بود همین ایشو که نباید تاییدش بکنه بود زن استثناء و نه نه بزنه احسن ایشی چری گپ اصلیشی اگر نه که شما گوشه چون ببین پلانی تایید نبوده یعنی دلیل برشی که نه پلانی نه تو تایید نبوده نه ما بابا اگر نه اصلا این انتخاب گپ شرکت نه یه طرفداران خاص شیدایی گوشن مردم یه خبر نکنه اصلا معروم حمیدالله صاحب خدا کابری پرنور بکن زندگی بی مجلس بوشتی تأثیری نیستن تی بوده متوجه به همین فرد زندگی بی یه مجلس برو هیچ تأثیری نیستن ایشین کسه ایشی آیی بندوق نه ایشی فلان بی آیی تایید بی نه هیچ می مردم شما یکی برن با 5% و 10 برن تی وکیل هم بزن که من ارزش نی سیستم هم بزن که مشروعیتی نی و مولی عبدالحمید یک قوم عزت حفظ بی کل علمی میگه ما پولنگ بی کردا مشارکت نکنه آدگر نکنه تهرانی نکنه ما بجه جوت کنه 70-80% ما مشارکت 100% یه مجلس مصوبات غلط بود ببخشید دوستان، اما دو دانه تصمیم کاملا ضد مردمی گرفت این مجلس گذشته. یکین سرکوب منتقدان مسالمت آمیزت و دومی احکام اعدام. یعنی هر دوان یه مجلس تصویب کو شما و در جریان بزرگوارم، یعنی کشتن مردم رو تصویب کو، رای به کشتن مردم ده. مجلسی که الان لوتی برو فقط تایید مصوبات و تصمیمات دو قوه دیگره، یعنی قوه قضاییه لوتی کاری بکن مشروعیت و دستور و مصوباش مجلسگی و دولت هم همچی دیگه. به نظر من مجلسی که همه مردم بسته که یه مردم قراره برای وکیل رای بدن تو وکیل برو برز پد همایی تایید بکه که مردم بکشه، ایش اصلا چه معنایی داره واجه؟ این اصلا یک چیز خنده‌داری، یک چیزی که اگر دیگه حتی هر جای دیگر ملک مردم که شما اوضاع سیاسی داخل ایران رسد کنه و دنبال کنه و گندشیه، یعنی با بهنده بمیشما بهنده به مردم ایران که تو کره داره دیمده، تو کسی رو دیمده که برو پتی کشتن رای بده، تو کسی رو دیمده که اگه تو مسالم تامیز خبری کنه مروت الان 90% اعدام خبر کرد، فقط گوشتش که ما اوضاع ناراضیه وگرنه قتل نکرده، جنایت نکرده و هیچ دادگاه موصلی و هیچ عادلانه محاکمه پرشان نبوده و متاسفانه یه مجلس همراه بوده با اما جناح قدرت و طیف قدرت که علیه مردم بوده متاسفانه. اسم ما درو ولایت مداری مردم اینک بسر که ما پروا مگه بودار ما ولایت مداری مردم نشتی ما ولایت قبول داره، ولایت جانی مردم، ولایت ماحول خرابه. او واجه جند لاکی مردمه بل ماهول داره جند جند لاکی لاکی مردمه، جند جند شهر واجهی لاکی. واجهی
در جریان نیست واجه در جریان نه علمجان در جریان اگه بودی یرگه نبو صحیحش نکته معلومش نکته آی میارچی بازگه کماشی لوگا واده نشته آی جند میارچی کارابه علمجا واده جند کارابه گوشت نه نه نپوسیدم بازا یا گوشی بابا مردم عظمت کنه مردم عظمت کنه عظمت واده جند نکنه گندتا تو استکبار ملکی نشته تا یه بار مرا قبول نه چه واجه مردمان دوسته مجھے دیم نور پیٹے که مردم چاری پروش لایٹی ها نه ولی پرتو خدایی ها نه واجه هر چی بکن واجه میرشنه که کچ بیرنی واجه بهشتی ساگین الله ساگین زوین نه میر جین دی ها نه وشگی كما الله باركوتا ما ونكوتا زوامني بوتا يا بر وكوتا سايگي و پاجنكا تا الله جي مش مع الله جندو این نوز بالله ما والله مانی شان زانت نکنه نوز بلا عالم ترین چی مارا بیچین چیزا ارچه اتر درجه دن بوستر باج التر با اون گوت ماسته بوده ما زن بس لگا که مرد شهر واجه یه چیز ما چین گواهی سال دیں که ما مرد سفری شهر سال مرد کنه ما اجازت لوٹه شما رخصت کنه ما شهر ایمان واشی مجھے سفر شما واش با تو اللہ میں آره ماشي خدا باي مدي تاريخ تاريخ ما و دیں ووٹ